بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دوستان نهایت گرامی، چیزی که برای ماه مبارک رمضان فضیلت میده و برای او ارزش قائل میشه و سبب شده که ماه مبارک رمضان اینقدر جایگاه والا داشته باشه، همانا نزول قرآن در این ماه مبارک است. پس ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، ماه انس گرفتن با قرآن، ماه آشنایی با قرآن و ماه آشتی نمودن با قرآن. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف و میم حرف. هر کس حرفی از کتاب الله را تلاوت میکنه، الله متعال در مقابل هر حرف برای او یک حسنه نصیب میکنه. و من نمیگویم میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف، لام دیگر حرف و میم دیگر حرف است. و الله متعال در ماه مبارک رمضان هر یک حسنه را تبدیل به 10 حسنه میکند. پس وقت شما شروع به تلاوت قرآن میکنید، با تلاوت الف لام میم 30 حسنه الله متعال در نامه اعمال شما نوشته میکند. پس شما خودتان فکر بکنین چگونه خواهد بود حال کسی که روزانه یک جز، 2 جز الی 10 جز از قرآن را تلاوت میکند. ماه مبارک رمضان ماهی است که اختصاص داده شده برای قرآن کریم. امام مالک رحمه الله وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشد، مجلس حدیث و تدریس حدیث را ترک میکرد. امام شافعی رحمه الله با دخول ماه مبارک رمضان مجلس فقه را ترک میکرد و برای دیگر فقها میفرمود که فقه شما را از قرآن غافل کرده. وقتی اسلاف ما از مجلس حدیث و از مجلس فقه به خاطر قرآن دوری میکردن، پس ما شما به طریق اولا باید از این مجلس هایی که امروزه خصوصا اکثریت آنها بیهوده می باشه به نحو احسن باید دوری بکنیم. امام قتاده رحمه الله قبل از ماه مبارک رمضان و در ماههای دیگر هر 7 روز یک بار قرآن را ختم میکرد، اما وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشد در 20 روز اول هر 3 روز یک بار قرآن را ختم میکرد، اما وقتی 10 آخر ماه مبارک رمضان داخل میشد هر روز یک بار قرآن را ختم میکردند. الله متعال در بهشت برای صاحب قرآن، برای کسی که به قرآن انس داشته و به قرآن عمل میکرده، میفرماید: اقرأ وارتقی، بخوان و به درجات بهشت بلند برو. طالبتي شمسي بصباحي، طالبتي شمسي بصباحي.